یه بار دیگه برزوخان از موبایل شخصی خود با شماره تلفن سرور اولتراتون در تهران تماس میگیره و داخلی آقا بهروز رو وارد میکنه. اما آقا بهروز در منزل و پای کامپیوتر خود نیست، ولی کامپیوتر اون در حال زنگ خوردنه. سرور اولتراتون پس از 8 زنگ به طور خودکار تماس رو از کامپیوتر به تلفن موبایل آقا بهروز در پاریس منتقل میکنه. آقا بهروز در جلسه است و نمیتونه تلفن خودش رو پاسخ بده. سرور اولتراتون تماس رو به پیغامگیر منتقل میکنه و برزوخان پیغام خودش رو ضبط میکنه. این پیغام به صورت فایل MP3 به ایمیل آقا بهروز فرستاده میشه. پس از پایان جلسه آقا بهروز ایمیل خودش رو چک میکنه و به پیغام آقا برزو گوش میده.